اگر عطر و طعم کیک های ساده برات تکراری شده و دنبال یه تجربه جدیدی، من کیک تخته‌ای دورنگ نوستالژی رو بهت پیشنهاد میدم. بافتش نرم و پنبه‌ای ماندگاری بالایی داره. سلام، من دیلم نژادم و به کانال الیشف خوش اومدین. این کیک انقدر محبوبه که علاوه بر قنادی ها، فانتزی کارا و خشک‌پزی ها فروش بالایی دارن. رسیپی مخصوص کارگاهمون رو برای اولین بار میخوام باتون به اشتراک بذارم. پس با من همراه باشین. برای این کیک احتیاج داریم به روغن جامد که توی قناری ما از روغن صاف قناری یا همون روغن 50 استفاده میکنیم به میزان 250 گرم. شما از هر روغن جامد که استفاده میکنید بایستی در دمای محیط کاملا جامد باشه، نیمه جامد نباشه. از کره نمیشه استفاده کرد. میریزین توی پاتیل دستگاه. 250 گرم شکر سابیده یا پودر قند رو بهش اضافه میکنید که بهتره از قبل الکش کنید. ببینید دوستان، آماری که در اختیارتون قرار میدم آمار کارگاهیه. من یه مقدار کمش کردم، در نوع خونی بهتون آموزش دادم. شما میتونید کمترم در نظر بگیرید. یه مقدار به صورت دستی همش میزنید، چون زمانی که با دستگاه هم میزنید به اطراف پرتاب میشه. اینجا باید یکم مخلوطش کنید. با سری پنجه باید همش بزنید. اگه دستگاه شما همچین سری نداره، از تخم مرزن استفاده کنید و مابین کارم بهش استراحت بدین که به دستگاهتون فشار وارد نشه. اول با سرعت کم، بعد سرعت رو به متوسط میبریم. باید تا جایی همش بزنید که کاملا سفید و خامه شکل بشه. این مرحله در کیفیت و پنبه‌ای و نرم شدن کیکتون خیلی تاثیر داره. مواد خشک شامل آرد سفید به میزان 375 گرم با یک قاشق مرباخور بیکینگ پودر مخلوطش میکنید و یک دور الکش میکنید. موقع هم زدن شکر سابیده با روغن حتما چند بار مواد رو زیرو کنید تا به صورت یک دست هم زده بشه. باید پوک و سفید بشه. به این مرحله که رسید 5 تا دونه تخم مرغ داریم که باید تخم مرغ ها رو با فاصله در حین هم زدن با دور متوسط دستگاه بهش اضافه کنید. اجازه بدین تخم مرغ اولی جذب بشه، بعد تخم مرغ بعدی رو اضافه کنید. یک باره همه رو اضافه نکنید. ما بین کارم طبق معمول مواد رو زیرو کنید تا به صورت یک دست هم زده بشه. برای اینکه بوی ذوق تخم مرغ ازش بگیریم، یه قاشق مرباخوری بهش وانیل اضافه میکنید و اگر دوست داشتید میتونید اسانس دلخام در حد چند قطره بهش اضافه کنید که کاملا سلیقه‌ایه. زمانی که تخم مرغ کاملا جذب شد، سرعت رو میارید پایین. 80 گرم بهش شیر رو اضافه میکنید. دوباره همش میزنید. هم زدین شیر جذب شد، از دستگاه پیادهش میکنید. مواد خشک رو بهش اضافه میکنید. دیگه احتیاجی به دستگاه نیست. مواد خشک رو که اضافه میکنید در حد مخلوط شدن همش میزنید. زیاد هم نزنید چون بافت کیکتون خراب میشه، تصمیم میشه، خمیر تصمیم بشه، بافت کیکتون دیگه نرم و پنبه‌ای نمیشه. برای دوران کردنش هم باید از پودر کاکائو استفاده کنید. پودر کاکائو رو به همین شکل به صورت خشک نمیتونید بهش اضافه کنید. باید روغن کاکائو بگیرید. یه مقدار روغن مایع رو میریزین توی ظرف، پودر کاکائو رو بهش اضافه میکنید. کامل همش میزنید تا بشه روغن کاکائو. نباید خیلی سفت باشه. من به صورت چشمی ریختم. توی فیلم بهتون نشون دادم. اندازه خاصی نداره. خمیر کیک رو تقسیم بر دو میکنید و به یک قسمتش روغن کاکائو میزنید که دو رنگ بشه. نخواستین به همون شکل کلش رو سفید میزنید. حالا توی کارگاه ما معمولا نصفش رو روغن کاکائو میزنیم که دو رنگ بشه. روغن کاکائویی که میگیرین نه خیلی شل باشه نه خیلی غلیظ، مثل سس شل باشه. من چندین نوع کیک تخته‌ای بهتون آموزش دادم که کاملا نوستالژی بودن. حتی کیک صبحانه‌ام بهتون آموزش دادم که داخل اونها از روغن مایع استفاده میشد. تو این کیک نمیشه روغن مایع استفاده کرد. لینک آموزش ها رو توی دیسکریپشن قرار میدم. شما میتونید از اون آموزش ها استفاده کنید. ببینید دوستان، اگه میخواین کارتون عالی بشه، به مشکل بر نخورید، مثل بازار و کارگاهی بشه، لطفاً تمام مواد رو با ترازو اندازه بگیرید. چیزی رو کم و زیاد نکنید، جایگزین نکنید. اگه بخواید جایگزین کنید، کم و زیاد کنید، دیگه به شکل بازاری یا کارگاهی در نمیاد. دقت کنید زمانی که روغن کاکائو رو به خمیر کیک میزنید زیاد همش نزنید. در حد مخلوط شدن کافیه. برای راحتی کار بهتره که خمیر کیک رو بریزین توی قیف بدون ماسه.
قالبی که من برای این کیک استفاده کردم قالب 20x30 به ارتفاع 7 هستش، چون ارتفاع دار میشه این کیک. و اینکه تمام دیواره های کیک رو چرب میکنید. کفش هم چرب کردین هیچ ایرادی نداره. کفش رو فقط باعث کاغذ بندازین. کاغذ کاهی انداختم، میتونید کاغذ روغنی هم بندازین، فرقی نمیکنه. خمیر رو که ریختین توی قیف، شما باید سر قیف رو قیچی کنید. حالا بستگی به خودتون داره، بزرگ یا کوچیک بزنید. سعی کنید خیلی کوچیک بازش نکنید، متوسط باشه، خیلی بزرگ هم نباشه. من کف قالب رو اول رنگ کاکائو زدم. حالا که بستگی به خودتون داره، میتونید زیری رو سفید در نظر بگیرید و روی کیک رو قهوه‌ای در نظر بگیرید. حالا ما توی کارگاهمون معمولا خمیر کاکائو رو کف در نظر میگیریم. به وسیله قیف خیلی راحت تره. میبینید که خیلی راحت میتونید به همه قسمت ها به صورت مساوی برسونید و بعد سطح روش رو صافش کنید. سطح روش رو که صاف کردین، خمیر بعدی رو میریزین. خمیر بعدی رو هم توی قیف میریزین. ببینید شما با دست نمیتونید به این شکل در بیارین. قیف راحت تره. روش رو دوباره کاملا صاف میکنید. یه روکاری ساده قبل از فرد داره، کاملا سلیقه‌ای، میتونید اصلا انجام ندین. من یه مقدار گردوی دندونه پاشیدم. میتونید اصلا گردو هم نزنید. حالا بستگی به خودتون داره، میتونید مغز دیگه بزنید. قالب رو میبرین توی فری که از قبل گرم شده. دمای فر 180 درجه سانتیگراد، چیزی حدود 40 دقیقه، البته تقریبیه. شما بعد از 20 دقیقه چک میکنید ببینید پخته یا نه، و اگر لازم بود خود قالب رو توی فر بچرخونید تا به سطح یکسان پخته بشه. مدت پختش حدودیه، بستگی به داغی فر، جنس قالب و حجم موادتون داره. ببینید دوستان، تمام شیرینی ها و کیک ها رو ما طبقه وسط قرار میدیم، نه بالا نه پایین، مگه توی فیلم یا همون آموزش ذکر شده باشه. پس طبقه وسط قرار بدید. گریل لازم نیست روشن کنید، فن لازم نیست روشن کنید، مگر توی فیلم گفته باشه گریل برای رنگ گرفتن روی شیرینی یا کیک. زمانی که شما کیک رو پختین 10 دقیقه آخر حس کردین روش رنگ نگرفته، میتونید گریلش کنید، وگرنه گریل لازم نیست. فنم بزنید کیکتون خشک میشه، پس فن نزنید. سطح روی کیک کاملا صافه و هیچ گونه چسبندگی نداشته باشه. اگه چسبنده بود میتونید یه کوچولو گریلش کنید، اما خیلی کم. کیک رو بایستی بذارین کاملا سرد بشه و بعد از اون برش بدین یا از قالب در بیارین. لطفاً کیکی که داغه از قالب در نیارین، خورد میشه، برش ندین. شما میدونین حتی روز بعدتر از قالب درش بیارین. ما توی کارگاه همون لحظه درش نمیاریم، روز قبل درست میکنیم بعد از خود قالب در میارین، یا میذارین یه 5-6 ساعت بمونه سرد بشه، بعد از قالب درش میاریم. در آوردنش هم که راحته، چون قالب رو چرب کردیم خیلی راحت با کاردست از دیواره ها جداش میکنیم، برش میگردیم و از قالب درش میاریم و پوستر ازش جدا میکنیم. پوستر رو که جدا کردیم دوباره برش میگردیم تا از سمت روی برش بدین. اندازه برش ها کاملا سلیقه‌ایه، به هر اندازه که دوست دارین میتونید برش ها رو انجام بدین. برای برش بهتر و تمیزتر و دقیقتر بهتر از خطکش استفاده کنید. من از 7 چرخ استفاده کردم که اندازه ها دقیق در بیاره و اگر دوست داشته میتونید 4 طرفش رو برش بدین. توی منزل میخواین درست کنید اصلا احتیاجی نیست که 4 طرفش رو برش بدین و اضافه بیاد. برش دادین اضافه اومد، میتونید توی موارد دیگه که قبلا آموزش دادم استفاده کنید. به هر حال اضافه های خود کیک تازه است، میتونید استفاده کنید. تو آموزش های بعدی کیک کشمیشی نوستالژی رو حتما بهتون یاد میدم. برای نگهداریش حتما بایستی بذارین توی ظرف دردار یا اینکه روش رو نایلون بکشین، به هیچ عنوان هوا نخوره چون خشک میشه. خواستین مدت طولانی هم نگهداری کنید میتونید فریزش کنید. مدت نگهداری خود این کیک بالاست چون روغن جامد داره، مایع نیست. بافت کیک رو هم بهتون نشون دادم، فوق العاده نرم و پنبه‌ایه. امیدوارم درست کنید و نوش جان کنید یا باهاش کلی سفارش بگیرید. اگر درستش کردی خوشحال میشم، نظرتو برام کامنت